داستان سایبانی از ابر. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تقریباً 12 ساله بود که همراه عمویش ابوطالب با کاروان تجارتی قریش به شهر شام سفر کرد. این سفر برای کودک 12 ساله‌ای مانند محمد سخت و دشوار بود، ولی تماشای منظره‌های طبیعی، کوه‌ها و دشت‌ها از خستگی و سختی راه کم می‌کرد و سفر را برای او لذت بخش می‌کرد. کاروان به نزدیک شهر بصره رسید. در آنجا عبادتگاهی به نام دیر بود که از زمانهای قدیم ساخته شده بود. یکی از دانشمندان مسیحی به نام بحیرا همیشه در آنجا به عبادت مشغول بود و در انتظار دیدن آخرین پیامبر خدا به سر می‌برد. زیرا حضرت عیسی و پیامبران گذشته از آمدن آخرین پیغمبر خدا و نشانه‌های مخصوصش خبر داده بودند. هنگامی که کاروان قریش از دور نمایان شد، بحیرا از دیر بیرون آمد و چیزهای شگفت‌آوری را مشاهده کرد. کاروان برای استراحت نزدیک دیر توقف کرد. کاروانیان آتش روشن کردند و به تهیه غذا مشغول شدند. بحیرا با دقت فراوان به افراد کاروان نگاه می‌کرد. دوباره چیزهای شگفت‌آوری توجه او را کاملاً جلب کرد. برخلاف همیشه که به کاروانها اعتنا نداشت، این مرتبه کاروانیان را به مهمانی دعوت کرد. وقتی کاروانیان وارد دیر می‌شدند، بحیرا به آنان خوش آمد می‌گفت و با دقت در چهره مهمانها نگاه می‌کرد، گویا به دنبال گم شده می‌گشت. ناگهان با صدای بلند گفت: پسر جان، جلوتر بیا تا تو را بهتر ببینم. پسر خردسالی توجهش را جلب کرده بود. او را نگه داشت. خم شد. دست روی شانه‌هایش گذاشت و مدتی از نزدیک به چهره او نگاه کرد. نامش را پرسید. گفتند نام او محمد است. چند لحظه ساکت ایستاد و خیره خیره به محمد نگاه کرد. سپس با احترام در مقابل محمد نشست. دستش را گرفت و سوالاتی کرد. با عمویش ابوطالب هم صحبت کرد و از دیگران هم چیزهایی پرسید. بحیرا گمشده‌اش را پیدا کرده بود. او با خوشحالی به ابوطالب رو کرد و گفت: این کودک آینده درخشانی دارد. او به مقام بزرگی خواهد رسید. این کودک همان پیغمبری است که پیامبران گذشته آمدنش را مژده دادند. من در کتاب‌های دینی نشانه‌هایش را خواندم. او آخرین پیغمبر خداست. به زودی به پیامبری مبعوث می شود و دینش در جهان منتشر می شود. قدر این کودک را بدان و در حفظ و نگهداریش کوشش کن.